و آغاز این صحبتم از این آیت‌های مبارکه به آن سبب آغاز کردم که برادر به من مکتوب نویسانده است. داملای عزیز و گرامی، درود و رحمت خداوند با شما باد که بسیار از صحبت‌های شما اصلاح و درست شدیم، لکن سیوم بار شد که سوال من بی جواب میماند. آیا این شخصانی که تکبری میکنن، خواه از حساب پولداری یا وظیفه‌داری یا لباس زیبا یا ماشین زیبا و در دستها چله و در گردن گردنبند، یا زنی که این عمل را کند چی می شود؟ بسیار لازم است جواب مکمل دهید ای فخر کلاب ما. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. رخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بیندوکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. آیا این شخصانی که تکبری میکنن، خواه از حساب پولداری یا وظیفه‌داری یا لباس زیبا یا ماشین زیبا و در دستها چله و در گردن گردنبند، یا زنی که این عمل را کند چی می شود؟ بسیار لازم است جواب مکمل دهید ای فخر کلاب ما. این برادر سیوم جمعه شد در اصل راست میگوید. ما با این جمعه جواب اینه گذاشته بودیم که درباره شخصانی که تکبر هستند صحبتی داشته باشیم. این آیتی که الحال به شما تلاوت کردم، خداوند در این سوره که به نام لقمان است حکایت میکند: ولا تسعر خدک للناس. ای مردم، شما با کدام نفر نباشد وقتی که پیش شما به احتیاج می آید یا وقتی می خواهد که با شما صحبت کند، شما بر روی وی روی ترش نکنید. ولا تسعر خدک للناس. این مردم هم در نزد خدا قدر دارد. اگرچه تو عالم باشی، اگرچه تو وظیفه داری، اگرچه تو مال داری، کس نمیداند در این بحر عمیق، کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. کسی نمیداند. از این خاطر مفسرای قرآن میگویند وقتی یک آدم بیچاره احوال اگر پیش شما آمد و با شما میخواهد که صحبت کند، تا آخر صحبتی وی گوش کن، گردن بلند نکن. نظر میکنی که یک حالش ناخوب است، به سخنش توجه نمیکنی، تو در غضب خداوند گرفتار میشوی. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. خداوند میگوید وقتی در زمین راه گشتی ای بنده ضعیف،
شما خرامان راه نگردین. یعنی شما تکبرانه راه نگردین، مثل بنده راه بگردین. معنای این آیت اون نیست که شما با یک گردنهای شکسته و با یک حالت خیلی مردوار خودتان را نشان دهید، بلکه باید مسلمان با وقار باشد. مسلمان در راه گشتن قامت راست داشته باشد. چگونه که حضرت علی گفتند، میگد وقتی نگاه کرد یک آدم بسیار مردوار راه میگشت، بسیار امیتت خودش را با یک تواضع نشان میداد، حضرت گفتند لا تمیت علینا دیننا اماتک الله. این مرد گفت تو این چنان راه نگرد. گفت این گردن خمی که تو الک گردن خم کردی، یا این حالت قدمهای ناخوبی که تو میزنی، این دین ما را بر ما نمیران، خدا تو را هلاک بگرداند. ارفع رأسک فإن الاسلام لیس بمریضین. حضرت عمر گفتند وقتی در راه رفتی گفت گردن تا بلند بکن، زیرا این که اسلام بیمار نیست. با وقار راه بگرد، لکن تکبر در وجودت راه نتی، کبر در وجودت راه نتی. نگو من عالم هستم، نگو من وظیفه دار هستم، نگو من منصب دار هستم. پیغمبر خدا میگوید لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. کسی که اگر در دلش، همه ما و شما در خطاب است، ما و شما امت پیغمبر هستیم، کسی در دلش ذره به منزله یک دانه ارزن اگر کبر داشته باشد، لا يدخل الجنة، گفتم پیغمبر، وارد جنت نمی شود. فقال الرجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. پیغمبر خدا را یک شخص از بین خست، گفت پیغمبر خدا اگر مرد دوست دارد این که لباسی زیبا داشته باشد یا پایافزالی زیبا داشته باشد، پیغمبر خدا چی گفتند؟ ان الله جمیل یحب الجمال. خداوند خود زیبا هست، زیباها را دوست می‌دارد. لباس زیبا پوشیدن، کفش‌های زیبا پوشیدن، اینها معنای کبر ندارن. گفت پیغمبر خدا الکبر بطر الحق و غمت الناس، گفتن رواه مسلم. کبر در برابر حق سرکشی کردن است و مردم را حقیر شماریدن است. این معنای کبر هست. از این حدیث ما می توانیم باز یک دلیل دیگر برای شما خبر دهیم که پوشیدن لباس زیبا، پوشیدن پایافزال‌های زیبا در اسلام هیچ مانعی ندارد، بلکه جایز است و زیباست و خوب است. حتی رسول اکرم میگوید احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم حتی تکونوا کأنکم شامة فی الناس. شما امتی من وقت پولدار باشید، پولها را جاگه نکنین، گفتم پیغمبر، ذخیرش نکنین، بلکه چیکار کنین؟ احسنوا لباسکم، بهترین لباس در بر کنین، بخرین، لباس بهترین بخرین. حضرت سعدی میگوید کسی جمع کرد و گوشه بنهاد. یک آدم بیچاره هم قبخیلی هست که با همون لباسهای چرکین دور میگردد لیکن پولها را جاگه میکند. حضرت سعدی چی میگوید؟ کسی جمع کرد و گوشه بنهاد، خودش مرد و زنش با دیگری داد. خودش مرد بیچاره. برای همین پیغمبر احسنوا لباسکم، بهترین لباس بپوش، و اصلحوا رحالکم ای بیوتکم، شما بهترین ماشینه ها دا سوار شوین، خانه هاتون در بهترین صورت اندازین، زیرا که شما نشانه در بین مردم باشین. اگر شما این نکردین همچنان میشود که نعمت خدا را حقیر شماریدین، به قدر نعمت خدا نرسیدین. اصلت
اصلت از قطرمنی میگذاریم در همین موضوع کبر. این موضوع خیلی موضوع وسیع و کلانی هست. اصلت از قطرمنی، لایق تو نیست منی. تو از یک قطره منی شده ای، لایق تو نیست منی. منی کردن لایق تو نیست، زیرا که تو پیدایی شد از یک آبی پلید است، از منی هست. اصلت از قطره منی، لایق تو نیست منی. از راه بول شدی، کبر و منی ها چی کنی؟ تو از راه بول پیدا شدی. تو همان جیفه‌ای. شاعر میگوید، نظر کن، میگه تو همون جیفه‌ای. جیفه گفته همون نجاست، همون پلید، همون منی هستی. تو همان جیفه‌ای، این حسن و جمالی تو از اوست. باش خاطره او، میل به بالا چی کنی؟ البته کبر، پیغمبر خدا میگوید که حدیث قدسی روایت میکند از نام خداوند که خداوند گفته بوده است: العز ازاری و الکبریاء ردایی. عزت از من است. خداوند میگوید کبر از من است. فمن ینازعنی فی واحد منهما عذبته. اگر کسی در یکی از اینها چنگ میزند، یعنی به مقصد عزت که تمام مردم را عزت کند، یا کبر میکند، گردن بلندی میکند، خداوند گفته بود است عذبته، عذابت میکنم. تو لایق تکبری نداری، تو یک بنده عاجز هستی. از این خاطر کبر تمام حسنات ما و شما را میخرد، نابود میکند. از کبر باید ما و شما دور باشیم. دائم انسانی پاکیزه وجدان باشیم، پاکیزه دل باشیم، غمخوار یک برادر باشیم. امروز سہولت دولت داریم، میلش دستگیر. اگر همسایه را دستگیر شویم، اگر خیش قومیت دست گیریم، انشاءالله انا این چی است برای ما. با این عمل نازیدن در کار، با پول و با مال نازیدن لازم نیست. حتی حدیث پیغمبر است: الا اخبرکم باهل النار. آیا شما را خبر بدهم از اهل دوزخیان؟ کل عتول جواز مستكبر. پیغمبر گفتند آدم هایی که غلیظ، یعنی گپزنیشون بسیار غلیظ است، بسیار با مردم بے پروایانه، بے اهمیتانه گپ میزنند. عتول جواز متکبر، سرکش و متکبرها گفت وارد دوزخ میشوند. این است البته یک مختصرا در باب آن شخصی که تکبری میکند، آن شخصی که مینازد یا 4 سومه صاحب میشود، در حال در دستها چله و در گردنها گردنبند و بعد دندانها را میبینی که طلا کرد، عائلش میبرد دندانهاش را طلا میکرد و پدر مادرش گرسنه است. اینا حرام هستند. برای تمام مرد دندان طلا، گردنبند طلا، چله طلا، ساعت طلا کلش حرام است، اجازت نیست. فقط میتواند کدام جوانی که چله را دوست میدارد، چله نقرگی، نگینش از عقیق باشد، باز بهترین میشود، مرحمت در دستان اندازیم. لیکن چله طلا باشد حرام است، جایز نیست. داشته باشین در خانه بگذارین، در یک روزی سختیتون استفاده میکنین، لیکن در دستان گرداندن در اجازت نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن. بعد شکر چنان پیشوا داریم خداوند علم شما را دوچند زیاد گرداند. من 3 سوال دارم. در قیامت از نماز، از سنت ها پرسش است؟ البته پرسش است. برعکس نمازهای سنت و نفل این برای با مکمل کردن نماز فرضی ما و شماست. در روز قیامت وقتی که حدیث پیغمبر است، وقتی بنده را میپرسند در نمازهای فرض وقتی که کمبودی ها پیدا می شود، خداوند سوال میکرد است نظر کن آیا یگان نافله و یگان همین سنت ها هم در نافله می درآید.
غیر فرض ها تمام نماز همش در نافله هستند. کلی نظر که از نافله چیزی دارد. وقتی از نافله ما و شما تحیه مسجد داشته باشیم، نماز تهجد داشته باشیم، نمازهای 5 وقته سنت تأکید شده داشته باشیم، از اینها با فرضای ما و شما را خداوند مکمل میکنه. از این خاطر البته برای ما و شما لازم و ضروری است. او بدبخت است کسی که سنت در حالت نمیخوانه. 8 سالی در گوش ما میرسد که فلانی سنت نخواندند، اونا در شما تماما پیرو هم نشوید، با گفته اونها تماما توجه نکنید. در حالت جنابت ریش، موی سر یا ناخن گرفتن ممکن است یا نه؟ البته ممکن است. حالت جنابت معنای را ندارد که تو در حالت جنابتی و رفته در سر دسترخوان همراه فرزندات نشینی یا شرایط شستن هست و بی پروایی کرده باشی. نه. وقتی مثال حمام که در آمدی، پیش از آنی که آبازی نیت داشته باشی غسل کردن، می توانی اول سر می تراشی، ریش می تراشی، چی عملی را که انجام میدی انجام ده، بعدا آبازی تا که کردی درست است، یگان زلال زیان ندارد. از تلویزیون عربستان کانال شارقه شنیدم که در مسجدهایی که امر معروف و نهی از منکر نیست، در آن مسجدها نماز و دعای آنها قبول نمی شود. حدیث قدسی است. و باز یک داملا را پرسیدیم، جواب داد که در چند جای قرآن آمده است. التماس به سوالای ما انیقتر و پرره جواب گردانید. در مسجدی که امر معروف نباشد، نهی از منکر نباشد، وقتی که در اون مسجد بجای امر معروف و نهی منکر اگر گپ دنیایی باشد، در اصل حدیثای پیغمبر است که وای دیگر حکم مسجد ندارد. در مسجدی که امر معروف نباشد و در جای امر معروف اقلا سکوت اختیار نکردند، بلکه به گپ دنیایی مشغول شدند، فقط گپ دنیا می رود، اون زمان اون مسجد حکم مسجد دیگر ندارد. باید که البته کدام شخصی که پیشوا هست، از همه ضرورش همین است که آمده تعلیم گیرد، کتاب‌های تعلیم گرفته رفته در بین مردم خوانده دهد. این مسجد هم یک فضیلت و بزرگیش همین است که باید که در داخلش امر معروف و نهی از منکر شود. وقتی جمع شوند و فقط به گپ دنیا مشغول شوند، اون مسجد دیگر حکم مسجدیش نمیماند. خداوند هم در قرآن میگوید استعیذ بالله کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بین شما ای امت محمد بهترین امت هستین، زیرا اینه که در بین شما امر معروف و نهی منکر است. از این خاطر شما بهترین امت هستین، برای امر معروف و نهی از منکرتان. السلام علیکم حضرت داملا، خدا شما را نگاه دارد. خدا شما را از همه تهمت ها و آفت ها و بیماری ها و حسد خوران نگه دارد. یک سوال دارم، با پای افضال نماز جنازه خواندن درست است یا نه؟ با پای افضال نماز جنازه را خواندن درست یا نه؟ یک فتوا است به نام بحر الرقایق. در همین فتوای بحر الرقایق برای با پای افضال نماز جنازه خواندن 2 شرط است میگه. یکم شرطش همین است که جایی که شما میایستین همونجا پاکیزه باشد و دویم شرطش همین است که پای افضال شما تازه باشد. این صورت می توانید نگید که با پای افضال نماز جنازه را خوانید، پای افضالتان تازه باشد و جای نمازتان تازه باشد. این صورت می توانید که شما پای افضال از پاتون کشیده نماز جنازه را خوانید. باز در همین فتوای بحر الرقایق میگوید که اگر بخواهیم که بالای پای افضال نماز خوانیم، این صورت پاکیزگی پای افضال ضرور است که پای افضالتان پاکیزه باشد، تازه باشد. اگر پای افضال پاکیزه نباشد و بالای او پا را گذاشتین خواندین، این حالت در نماز شما نماز نمیشود میگد، زیرا همون پای افضال شما حکم جای نماز دارد. این فتوای همون بحر الرقایق میگوید. در نمازهای جنازه یک عملی دیگر از ما و شما صادر می شود، هر تکبیر ده بالا طرف آسمان نگاه میکنیم. این عمل برای ما و شما درست نیست. وقتی تکبیر گفته می شود نگاه میکنی، همه مردم به سوی آسمان نگاه میکنن. این خودش مکروه است، این خودش غیر عمل سنتی است.
ассалому алайкум ҳазрати ҳоҷӣ мирзо. хонаводаи мо касетаҳои шуморо гӯш мекунанд. зан бо либоси бенамоз таҳорат кунад, омада либоси бонамозро пӯшида намоз хонад, таҳораташ макрӯҳ аст. модари ман дардманд аст, аз шумо дуо талаб карданд. яъне бо либоси бенамоз агар таҳоратам ки кунад, таҳораташ ҷоиз аст, таҳораташ дуруст мешавад. лекин бо либоси бенамоз намоз хондан ҷоиз намешавад. омадаву либосша вақте иваз мекунаду боз намоз мехонад, дар таҳорати ӯ ҳеҷ нуқсоне нест. лекин беҳтару хубтараш ҳамин аст ки вақте ки иродаи ибодат мекунем, худи таҳорат ҳам ибодат аст. худи таҳорат худаш як навъи ибодат аст. барои ҳамин метавонем ки ба ҳамон таҳорат рафтанам бо ҳамон либосҳои тозаи намозӣ агар рафта таҳорат кунем, ин беҳтару ин афзалтар аст. ва ило агар бо ҳамон бенамозишам ки агар таҳорат кунад, таҳораташ дуруст мешавад. худованд он модаре ки шифо талаб кардан, худои шифои комилу шифои оҷил насибаш бигардонад. амин. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. аммо баъд, ассалому алайкум бобои ҳоҷӣ мирзо. ман аз шумо хоҳиш ва як дуо дар ҳаққи гуноҳҳои ман кунед ки худованд гуноҳи маро бубахшад. зеро шумо олим ҳастед, дуои шумо дар ҳол қабул мешавад. ман аз парвардигор гуноҳи худро мағфират кардан мехоҳам, дигар ҳеҷ чиз талаб надорам. хушбаҳоли ин бародаре ки аз гуноҳ кардан метарсад ва медонад ки осори гуноҳ дар қиёмат барои ин хеле мушкилие пайдо мекунад. албатта ҳар як бадбахтие ки мо шумо чӣ дар дунё чӣ дар охират аз баҳри мо шумо мешавад, ҳамаш сабаби гуноҳ аст. як ҳадис пайғамбар аст ки ин алабда иза азнаба занбан канат нуктата савдо фи қалбиҳи фаиза таба сақала минҳа ва иза зада задат. пайғамбар гуфтанд ҳар вақтҳое ки бандаи муъмин гуноҳ мекунад, мисол шумо як гуноҳ мекунед, хилофи қуръону хилофи ҳадис пайғамбари худо кор кардин, пайғамбари худо гуфт як нуктаи сиёҳ болои дили шумо гузошта мешавад. агар вақте ки дарҳол пушаймон шудин тавба кардин, сақала минҳа, пайғамбар гуфтанд дарҳол боз ҳамон нукта шакида мешавад. ва иза зада, лекин боз гуноҳ кардӣ ва нотарсида боз гуноҳ кардӣ, задат, боз гӯ нуктаҳо зиёд мешавад. яъне вақте нукта ки зиёд шид, нуқта зиёд шид, дил ки сиёҳ шид, дигар одам бадбахт мешавад. инна абъада анноси мин аллоҳ алқалбу алқоси. пайғамбари худо гуфтанд дуртарини мардум аз худо касе аст ки дили сиёҳ дошта бошад. خداوند گناههای این بنده‌ای که طلب مغفرت کردن خدایا مغفرتش بگردان و صاف و مجلا پروردگار مهربان سفر کردن به سوی خودت را نصیبش بگردان. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز حاجی میرزا. آیا می تواند در حالت بیماری مرد زن زیر ناف او را تراشد؟ یعنی اگر مرد بیمار باشد، برادر سوال کرده است آیا می تواند که زن او زیر ناف او را تراشد؟ در حالت صحتی هم که اگر تراشد زلالی ندارد، چه در حالت بیماری چه در حالت صحتی، این حساب یک وظیفه زنک است، این چه یگان جای زلالش نیست. اگر کند خوش به حالش، اگر گپی مرد قبول کند، مرد به او فرمایش کند که زیر ناف مرا تازه کن، مثال قدرت ندارم، قوت ندارم، و همان زن میگیرد مثال همان چیزی تازه کننده رو تازه میکند، خوش به حال همان زن که این عمل اجرا میکند. زیرا این یکی از وظیفه های زن است، بغیر زن دیگر هیچ کس جایز نمیشود وقتی اگر زن در خانه باشد. دوره‌های پیغمبری خدا بود میگد یک اعرابی آمدن، این در باب معجزات پیغمبر میگذرد. یک اعرابی آمدن، یک بادیه نشین، یک صحرا نشین. گفتن پیغمبری خدا تو هستی؟ گفتن بله من هستم. گفتن من میخواهم به تو ایمان بیارم، لکن فقط یک معجزه تو رو میخواهم که به چشم بینم. معجزه گفته یک عملی را پیغمبر انجام میدهد که
امتهای او از کردن او عاجز هستند، هر آدم وای نمیتواند کردن. گفتن چی معجزه میخواهی؟ گفت همان درختی که رو پروی ما هست همونا گفت دعوت کن نزد تو بیاید و نزد تو تعظیم کند، به تو سلام دهد، باز رفته در همان جا و مکان خود جایگیر شود. یک درخت کلان با ریشه های مستحکم در زمین سخت کردگی. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند میلش گفتند رو با همان درخت سلام بگو و بگو پیغمبر خدا ترا دعوت دارد که به نزد من بیا. وقتی این بادیانشین میگه این صحرانشین نزد درخت رفت، با درخت سلام داد و گفت پیغمبر خدا ترا فیراد دارد، میگوید همین درخت در یک حرکت در آمدن. ریشه ها میگه قبد ریشه ها کنده میشید و مثل آدم میگه قدم زنان میگه نزد پیغمبر خدا آمدن و سلام دادن به پیغمبر خدا و پیغمبر خدا را احترامانه تعظیم کردند و رسول اکرم گفتند برگرد و در جای خود داخل شو. میگوید این درخت حتی پشت به پیغمبر نگردانید، باز به همان روی خود رفته میگه در داخل همان جای مکان خود میگه جایگیر شد. این اعرابی این بادیانشین میگه وقتی این حالت دید پیغمبر خدا را گفت اجازت نمیدهی که من ترا تعظیم کنم؟ چگونه ای که پادشاهای پیش از اسلام همان نوکرا و همان خدمتگارهاش در پیش پای همون پادشاه میغلطیدن، سجده میکردن. گفت اجازت نمیدهی پیغمبر که پیش پای تو من غلطیده و ایمان بیارم. پیغمبر خدا چی گفتند؟ لو كنت آمرا احدا بذلك لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقه. پیغمبر خدا چی گفتند؟ اگر گفتند برادر عزیز، گفتند فرزند عزیز، آدم را اگر سجده کردن جایز میشد، هر آینه امر میکردم از جهت بزرگی شوهر این که زنها شوهرها را تعظیم کنند. اگر سجده کردن آدم درست میشد، این طایفه زنها را من امر میکردم که مردها را سجده کنند تعظیما لحقه، زیرا اینها عظمت و بزرگی زیاد در نزد خدا دارند. لیکن میدانم که یک دردی خیلی دردی که قرار ندارند، برای که زنهای ما و شما از قرآن و حدیث دور شدند. اگر زنهای ما و شما مثل شما موعظه میشنیدند، در گوش اونها صدای قرآن و صدای احادیث های پیغمبر خدا صدا میداد، هر آینه امروز مردها در نزد زنها به قدر نمیشیدند. همه این سببش همین است و دعوای اینم قرآن و حدیث است که یگانه میتواند که زنهای ما و شما را اصلاح کند، میتواند که زنهای ما و شما را تربیه کند و ما و شما در زینه بلندترین قرار گیریم. برای چی که زنهای صحابه پیغمبر خدا میگد وقتی که صحابه خانه میدر آمد، یعنی مرد بدن همونا مثل ما و شما بدن، یگان اعضای زیادی نداشتن. وقتی خانه میگه که وارد میشدن، عائلش میگه دویده بیرون میبرامد. اول میگه از پشت دست همون مرد بوسه میکرد و میگه مثل که چگونه که یک مهمانی که در 10 سال و 20 سال یک بار خانه شما میآید، مثل مهمان میگه قبولش میکرد. برده میگه در خانه میشینان، در یک ظرف میگه آبی گرم میآورد. اون وقتا آبی گرم کردن کار آسان نبود. این هیزمهای فراوان و این گاز و این آبای فراوان اون زمان نبود. با این قدر مشقت میگه آب گرم میکرد، میآورد پایهای مرد در داخل آب میگذاشت. بهر چی؟ زیرا که تو امروز کار کردی، پایهای تو مانده شده است و این آب گرم درد پای را دور میکند. این احترام بین. اونا این خیلی احترام کردن که وارد جنت شدن. ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه، رواه ترمذی. پیغمبر خدا چی گفتن؟ کدام زنی که از دنیا مرد، گذشت از دنیا رفت، شوهرش از او راضی باشد، دخلت الجنه، وای وارد جنت است. خوش به حال همون زنی که
خدمت شوهر میکند، خوش به حال همون زنی که دعای شوهر میگیرد و البته وارد جنت میشود. السلام علیکم داملای عزیز. آیا امام شافعی شاگرد امام اعظم بود؟ چند سال حیات دید؟ داملا یگان فضیلت این امام را به ما قصه کنید. همون میکروفون، همون دینامیکا را درون بدروریم. این برادر سوال کرده است که امام شافعی، یعنی ما و شما 4 امام اهل سنت داریم، یکی امام اعظم حضرت امام ابو حنیفه، دوم امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل. این 4 امام هستند که اهل سنت و الجماعه هستند. و این برادر ما سوال کرده است که آیا همین امام شافعی شاگرد امام ابو حنیفه بود؟ نه، این شاگرد امام ابو حنیفه نبود، لیکن شاگرد امام ابو حنیفه بود. این نزد مالک ابن انس درس گرفتگی هستند و خود امام مالک در زیر دست امام ابو حنیفه تعلیم گرفت. حضرت 54 سال حیات دیدگی‌اند. از همه عمر قلیل در بین این امام ها فقط امام شافعی حیات خیلی کوتاه دیدند که این 54 سال حیات دیدگی هستند. 150 هجری بود وقتی امام ابو حنیفه میگد همون روزی که از دنیا گذشت امام شافعی به دنیا آمدند. و از فضیلت امام شافعی، خود امام شافعی نامش محمد بود، محمد ابن ادریس، ابن عثمان، ابن عباس، ابن عثمان، ابن شافعی. تاریخ همون اجداد چه در کتاب گپ میزند. میگد همین یک فضیلت همین امام شافعی را این برادر تکلیف کردن من با شما صحبت میکنم. یک شب میگد خانه همین امام احمد حنبل در میمان شدن. امام شافعی شب میگد در یک طبق نان خوردن و بعد میگد شب تمام شدن، وقتی که سحر شد امام شافعی را امام احمد حنبل گسیل کردن، مهمانداری کردن و بعد گسیل کردن. دختر امام احمد حنبل به طرف امام احمد حنبل چی گفتند؟ گفتند آیا امام شافعی همین است؟ گفت بله همین بود. گفت پدر، گفت اینقدر تعریف و توصیفی که تو امام شافعی را کرده بودی، امشب من 3 کار دیدم که این لایق به امام شافعی نبود. گفت چی کار دیدی؟ گفت اول اهمیت دادم امام شافعی بسیار خوراک زیاد خورد. دوستان خدا گفت خوراک زیاد نمیخورند. این دختر امام احمد حنبل گفتند. دویم گفتند شب نماز تهجد نخواند. من آب مانده بودم برای طهارت، لیکن امام شافعی طهارت نکردند، نماز تهجد هم نخواندند. سیوم گفت پدر، وقتی در بامداد ما و شما قائم شدیم امام شافعی به طهارت نماز خواندند. این لایق بود به امام شافعی نبود. امام احمد حنبل حیرت ماندند و میگد رفتن نزد امام شافعی پرسان کردند. امام گفتند این 3 چیزی که دختری من حکایت کرد آیا اینا حقیقت دارد؟ امام شافعی چی گفتند؟ گفتند در اصل گفتند من شب طعام زیاد خوردم در خانه تو. برای چی؟ برای که ای امام احمد حنبل من میدانم که طعام تو حلال بود. برای آنه که لقمه حلال در خانه تو یافت میشد من به خاطر لقمه حلال بودن زیاد خوردم. و پیغمبر خدا گفت است که طعام آدم سخی دوا هست، من برای دوا بودنش خوردم. شما آدم سخی هستید. دویم نماز تهجد نخواندم. راست میگوید دختری تو، زیرا که من وقتی که به پهلو گشتم در جاگه خواب وقتی که خواب کردم یک آیت قرآن وقتی که یاد ما آمد تلاوت کردم،
از داخل همین یک آیت قرآن 72 مسئله را گفتم پیدا کردم. با این گفت بحث مناظره داشتم با همون مسئله ها که نگاه کردم که سوق شده است. با 72 مسئله که از یک آیت قرآن من اخذ کردم برآوردم، با اینها وابسته شدم، نگاه کردم که الکی سوق شده است. سیم گفت من به طهارت نماز خواندم و الله گفت که همون طهارت شب در من باقی بود. من سحر با طهارت همون شبم نماز خواندم. یک جوان، ما در یک جا صحبت کردیم که امام ابو حنیفه 40 سال نماز شب با طهارت شب نماز بامداد میخواند. گشته گفتن که این یگان سند داره، همین درسته؟ یعنی با یک پیسخنده، با یک طریق مسخره که نخواه که 40 سال با طهارت شب نماز خواند و میخواند، تو نمیخوانی. همین تو آدمی که زبانت آلوده گناه و دشنام و فسق و فساد است، برای تو جایز نیست حتی ابو حنیفه را نام شد تو به زبانت برانی. تو نمیتونی، در خیال تو هم نمیگذرد این کار، لیکن حضرت ها بودن شب زنده دار بودن.